و ایشون فقط از یک خانومی در همین تورنتو نزدیک به 2 میلیارد تومان پول گرفته، از یک خانومی در لس آنجلس نزدیک 1.5 میلیارد تومان پول گرفته. این فقط 2-3 تا از این 1 میلیارد 2 میلیاردش. بعد چی به اینا میده؟ کریستال. یک کریستالایی برای 7 چاکرا به اینا میده که چاکراها رو باز بکنن. بعد سوال جان جالبه که کریستالای این آقا در خود تهران پشت بازار شهرداری میگن میفروشن 2 میلیون 3 میلیون تومان. حالا من این داستان تعریف کنم بخندی. حالا تو ایران ما میگیم خب ایران دیگه. یه رفیق دارم که اینجا به دنیا آمده. خب یعنی اولا وقتی با من دوست شد فارسی بلد نبود، یعنی فقط میفهمی ولی نمیتونست حرف بزنه. بعد من تازه مثلا 6 ماه بود اومدم کانادا باش دوست شدم. بهش گفتم آقا تو با من فقط انگلیسی حرف بزن، من با تو فقط فارسی حرف میزنم، تو فارسیت بهتر میشه من انگلیسی بهتر میشه. من با اینجوری با هم، اون به من کلی انگلیسی داد، من واسه همین این شخصیتشو من خیلی میشناختم و بچه خیلی خوبی بود و اینجا بزرگ شده بود و مثلا بعد کاراکتری بود که مثلا میرفت یهو شکار میکرد و تفنگ داشت و نمیدونم کاراکتر شری داشت، کلا بیزنسی بود و 20 سالگی دوست دخترش می‌خواست حامله کنه، میگه من بچه میخوام. این آدم اینجوری بود. آقا یه روز به من زنگ زد که من یه چیزی میخوام بخرم تو آمریکا میاد، فقط تو آدرس داری میشه واسم بگیریش؟ گفتم آره. آدرسو بهش دادم. بعد به من دوشنبه زنگ زد که سوال این نشون میده که ترکینگ نشون میده که این دلیور شده و من میخواستم بدونم که میشه بیام بگیرمش. میگم که نه من ندارمش. میگه آخه دلیور شده. میگم من ندارمش، تو آمریکا دلیور شده، من که آمریکا نیستم، آدرس آمریکا من دلیور شده، من باید برم بگیرمش. بعد میگه ولی اینجا زده دلیور شده. میگم خب اوکی نمیدونم چیو نمیفهمی، من برم بگیرمش. خلاصه من رفتم و آمریکا گرفتم و یه ویدیو دارم از اینکه دارم وارد پست آفیس میشم، میگم نگاه کن آقا جواب ما رو بده، بعد یارو میاره میذاره جلو، میگم نگاه کن الان اومده. دیوانه ای واقعا. چون شروع کرد که آره من نمیدونم این منطقه چیه و من حسم بهم میگه یه اتفاقی داره میفته و من حسم معمولا اشتباه نیست و میگم منطقه چیه. جوابتو گرفتم نمیدونم که چیه توش. جوابتو گرفتم دارم استفاده میکنم واسه یه هفته، بعد میخوام یه هفته بدونم منطقه چیه، نمیدونم چی داری میگی. دیوانه یا آقا واسط میارمش. آقا رفتیم و بعد چون مرز میخوام رد کنم بعد جعبه رو باز کنم. جعبه رو باز کردم. ببین اینو تصور کن چقدر خوب شد اینجا بود. من بیام توی این یه سری پیچ بریزم، پیچ و مهره و از این حرفا، بعد از اینجا یه خورده خاک بریزم، بعد یه خورده پشه و حشرهایی که از کنار خونه جمع شده دیدی زیر پنجره میرن چراغا، اونا بندازی توش. بعد یه دونه چسب سفید ریختم که بتونی توشو ببینی. این پر شده، وایسادم خاموش شده، تق تق زدم افتاده بیرون. الان یه قالب اینجوری دارم که بالاش پیچ و مهره از خاک، یه سری پشه و بقیه‌ش هم سفیده. این محصولی بود که ایشون خریده بود. من اینو گرفتم دستم نگاه میکنم میگم این چیه؟ یه آرتیست جدید مثلا پیکاسو کاراش اینه، چیه داستان؟ این چیه؟ بعد به رفیقم زنگ زدم اومدم من کانادا، میگم آقا اومد جنس تو دارم میارم برات، میشه توضیح بدی؟ رفتم خونه‌اش دیگه بهش بدم. میگم میشه من بگی این چیه؟ میگه نه چون که حرفمو گوش نمیدی. میگم نه بگو من دارم دیوانه میشم این چیه؟ یه وبسایت آورده میگه اگه خواستی کامل بدونی اینجا هست. میگم حالا تو به من بگو. میگه شبا که ما میخوابیم آدم فضایی‌ها میان انگشتشون رو میکنن تو باسنمون و یه تیکه از مدفوعمون رو برمیدارن واسه سامپلینگ میبرن. اگر اینو بذاری تو اتاقت وقتی که خوابی نمیان. من از اون روز با این آدم قطع رابطه کردم، چون گفتم این کسیه که شیطان میاد بهش میگه سهیل رو باید بکشی. دقیقا همین جوری هن. هر کار که این همه تو این کار بودی اینو دیگه نشیده. خدا اینو نشیده هر چیزی رو. بعد آخه جالب داستان میدونید چیه؟ جالب داستانی که خودشون در میان میگن شما یه موکلی که بخوای بگیری مثلا یک جنی رو تسخیر باید 40 روز بری ریاضت بکشی. بعد شما فکر کن همچین انگشتری رو یارو میاد میفروشه، میگه تو این 25 تا 40 تا موکل هست، شما فقط کافی اینو بکنی تو دستت یه اینجوریش بکنی موکل دیگه. شما برو تو بانک بگو من لون میخوام $100,000، یعنی یارو بندوور میکنه $100,000 هم بهت میده. امتحان کردی؟ یا سورپرایز میشه بده یه ما بریم.
بعد آخه دارم به این مردم میگم آخه عزیزم تو فکر کن مثلا یک گاو صندوق داری توش 100 میلیارد دلار پوله، میای اینو به من بفروشی 1 میلیون تومان، چه میدونم، یا 1000 دلار، بگی برو این کلیدو به تو میفروشم 1000 دلار، برو 100 میلیون دلار رو بردار. ولی باز مردم باور نمیکنن. اینا رو باور دارن. اونایی که میخوان اسکل میشن دیگه. حالا دعا که باز خوبه، دعا رو میگم، من دیشب خودم داشتم دعا نزدیک بکنم واسه اون تقاطعا، ولی اینا که دیگه به زمین صاف باور دارن اینا، یعنی نشون میده که لول احمقیت از دو طرف هست. یعنی همونی که میگن یه نفر اومده مثل ایلان ماسک این همه کار داره میکنه، یا مثل انیشن این همه کار میکنه، اونوریش هم هست. دقیقاً بله. اونوریش هم میشه کسی که به زمین صاف باور میکنه و واقعا فکر کن یارو رفته پول خرج کرده، یه راکت درست کرده، صندلی گذاشته روش، خودشو پرت کرده هوا که با چشم ببینه آقا بالاخره این صافه یا گرده. بعد اینش مالفانکشن کرده، با سر خورده زمین مرده. ببین تو چه لول چیز کرد. بعد حالا من فکر می‌کردم وقتی اتفاق افتاد کاملا بس اصلا واسه مهم نیست که این آدم بین احمقی مرده، این میگم به جهنم، تو همونجوری که پشر میکشه واسه مهم نیست، اینم تو لول اون میشه واسه مغز بنده. بعدشم میخندیدم، گفتم خدا کنه این راکتش هم خوب کار نکرده باشه تا تن نرفته باشه بالا، یعنی تا اونجا که رفته باشه این صاف دیده باشه، یعنی تو راه برگشت هم بگه دیدی صاف بود. ولی نمیتونه به بقیه بگه چون آرزوش میاد بگه دیدی بچه‌ها صاف بود. بعد ببین آخه ببین جالب داستانم سوال چیه، مثلا من درباره اون استاد 5 تا 6 تا ویدیو، ببین خیلی جالبه. یه دونه چهره چیز میذاشتش، ماسکی رو صورتش بود. بعد ما عکسای اصلی این آدمو درآوردیم، پخش کردیم، یهو اومد گفت آره دیگه عصر آکواریوس، من میخوام خودم رو رونمایی بکنم. اومدن یه دونه شورت ویدیو درست کردن که آقا فردا قراره در این ساعت ایشون خودش رونمایی کنه. دقیقاً هم که خب تاییدیه به حرفای من زد که بله خودشه. بعد ایشون اومد گفتی که خونمو میخوام نشونتون بدم، ببین من چه پولداریم. آقا ما حالا کمک دوستانی که داریم در کانال تلگرامیمون عضو هستن، اومدیم به وسیله گوگل لنز، خدا خیرش بده، پیدا کردیم که یک خونه در اسپانیاست، یک خونه در مکزیکه که اینو گذاشتن آقا برای دمو که آقا اینو میخوام بفروشیمش. اون یکی 8 میلیونه، یکی 15 میلیونه. این ورداشته بود با یه عالمه افکت و مفکت تو این خونه چرخیده بود. صبحونه هم ما تاریخا رو گذاشتیم، اون خانمایی که دارن این ویدیو رو نشون میدن یا اون آقایی که داره نشون میده این خونه رو که این داستان چیه، ولی هنوز یک سری اعتقاد دارن که نه این استاد خیلی پول داره، این استاد درجه 1 که این استاد ما رو به همه جا میره. آخه من میگم عزیزم، شخصی که قراره تو رو به این همه ثروت برسونه، آخه احمق جان چرا داره از تو 2000 دلار 5000 دلار 500 میلیون 800 میلیون داره از تو پول میگیره؟ میگه نه این بابت زکات علم. زکات کدوم علم؟ یعنی نمیدونم به خاطر حکومت ماست، به خاطر چی است که اصلا هیچ رسیدگی، به خاطر احمقیت آدمه. هم کانادا اینو من دیدم، هم آمریکا. بعد دولت اومد جلوشون رو گرفت. یعنی توی کانادا من که اومده بودم اینجا، یه خانومه بود هر شب از ساعت 10 تا 6 صبح هر کانالی هر برنامه نگاه می‌کردی این خانومه تو تبلیغش بود، نشسته روی میز کارت برمیگردون، میگفت وای زندگی سیاه شد، یا میگفت اسم خواهرش مثلا سحره، اونم میگفت جیغ میزد، گفتم این تبلیغ بود. بعد زنگ میزدی به این دقیقه 20 دلار چارجت میکرد پای تلفن. بعد رو تلفن هم وصل بود، تو زنگ میزدی اتوماتیک کمپانی تلفن از این پول میگرفت. بعد میلیونی جمع میکردن، انقدر پولدار شده بود که بعد زیاد شده بودن، دولت ما جلوشون رو گرفت، گفت اینا دیگه اجازه ندارن دیده بشن، نمیتونی بیای توی یوتیوب، نمیتونی بیای توی تلویزیون، نمیتونی بیای تبلیغ کنی، اگه حتی تو خونه خودت بمون و باش بکن. و کوچیک شدن و تا دولت نجارشون رو بگیره اینا همینجوری بزرگ میشن و فقط بزرگتر میشن. در ایران متاسفانه دولت نمیگیره. چند نفر رفته بودن شکایت کرده بودن. یه آقایی بود گفت ببین من یک دوستی در پلیس فتا دارم که میگه اینجور پرونده ها رو که اصلا میارن همون جلوی در اصلا سعی میکنن مخدومش بکنن که اصلا داخل نیاد. 20 سال آینده ایران اگر کسی جلوشو نگیره، من دارم همین الان بهت میگم اینجا که باید وقت 30 ثانیه 10,000 دلاری بود، بین تمام برنامه‌ها تو تمام کانال‌ها، میدونید مثلا مکدونالد تو این لول نمیتونه تبلیغ بکنه، نمیدونم کمپانی‌های بیمه که بیلیونین تو این لول نمیتونن تبلیغ بکنن. اینا انقدر پول در می آوردن
چرا؟ چون شب یکی ناراحت تلویزیون روشن میکرد، اینو میدید زنگ میزد، یارو رو 4 ساعت پای تلفن نگه می‌داشتن. اوه دختره این شد. یارو هم میخواسته، شب دلش شکسته بوده، میگم بعد دقیقه $20 بیل میومد، $4000 $5000 $15000. بعد مردم آقا نداریم. بعد کمپانی تلفن پول اینا رو مستقیم یه ضرب میداد، کمپانی تلفن میافتاد دنبال پول. این بله. منطقش بود دیگه. اصلا میگم خیلی، و اگه تو ایران اینو جلوشو نگیرن اتفاقش همین میشه دیگه، پشتش میفته به داستان همینی که قشنگ تیک اوور میکنه. همه باور میکنن به چیز دیگه، همه فالگیر دارن و من نمیتونم باید دوست بشم چون فالگیرم گفت نه تو چیزت به من نمیخوره دیگه. من بچه بودم، 17 سالم بود، اومدم کانادا، مثلا چه میدونم 2-3 ماه رسیده بودم کانادا. یه ایمیل برام اومد، زده بود که یه تکنولوژی جدید اومده، اسم خودتو بنویس، اسم 3 نفری هم که دوست داری رو بنویس، ما بر اساس اسمت و ستاره شناسی به تو میگیم که به کدوم از اینا نزدیک تری. 17 سالم هم بود. اینو خوندم، گفتم خب این کاملا مزخرفه، چون چجوری گوز به شقیقه چه ربطی داره، چجوری میشه این کار انجام داد و مزخرفه. اسمو نوشتم سهیل، اون 3 تا اسمو فوش نوشتم، سهیل مثلا دهن مامانتو فلان کرد فلان فلان. بعد که زدم اوکی، زد ها ما گولت زدیم، این ایمیل رو مثلا امیر حسین فرستاده بود برات و الان ما اسما رو فرستادیم، امیر حسین دیگه میدونه کی تو رو دوست داره، نه تو کی رو دوست داری. خب تو اون سنم خیلی مهمه کی رو کی کراش داری از این حرفا. آقا من این ایمیل رو برداشتم فوروارد کردم به 100 نفر، عین 100 نفر گول خوردن. این یه نفر نگفت که مثلا چرت و پرت، عین 100 نفر اس زدن اونجا. واقعا می‌خواستم ببینن حالا ببینیم. این حالا ببینی مشکل انسانه. حالا شاید باشه، ضرر که نداره، کلا 2 میلیونه، من دارم ماهی 20 میلیون در میارم، حالا 2 میلیونش هم میدم به این خانمه میاد میگه حلم بلوم من امکان داره پولدار بشم، سلامت بشم، سرطانم خوب بشه، پسر خوب پیدا کنم، هر چیزی که آدم واسه خودش داره میره اونجا، میگه با کنیم که حالا دیدی نشد. و من خیلی تقدیر میکنم و تشکر میکنم از آدمایی مثل تو که زحمت میکشن، ولی هیچ وقت تو زندگی فکر نمیکنم تاثیرشو بتونم ببینم و فکر نمیکنم توی هیستوری انسان تاثیرشو بتونیم ببینیم و فکر میکنم که انسان از بین بره به خاطر این آدما. دقیقاً همینطوریه سوهیل جان. متاسفانه هر روز میگم یک سری ما کانالایی، میگم دیگه اول صحبتام هم گفتم، کانال‌های داستان داریم، یک سری فالگیر داریم، یک سری شیطانی کار داریم، یک سری رحمانی کار داریم، یک سری بر فرای اینا داریم. اصلا یک وضعیتی واسه مردم متاسفانه مخصوصا مردم داخل ایران درست کردن که هرچی هم بگی همونه دیگه. 2 میلیون تومن حالا میدیم ببینیم چی میشه، بعد میره 5 میلیون، بعد که میشینه خورد حساب میکنه میبینه 200-300 میلیون تومن اون پولو داده. ما خانمی داشتیم که در اومد گفتش که تو همین افشاگریامون بود در لایوهای تلگرامی که ما هر روز حدوداً داریم لایوهای تلگرامی رو، ایشون اومد گفتش که من زندگی بود 300 میلیون تومن به خاطر اینکه بتونم یه دونه از این کریستال ها رو، ببخشید 7 این کریستال ها رو بخرم، تمام زندگی ما عکساشو فرستاد که جنس هایی داشت بنده خدا میفروخت در فکر کنم دیوار در ایران به 60 میلیون تومن. بعد این برنامه ما رو که یهو اتفاقی دیده بود که اومد از طریق یوتیوب اومد در تلگرام ما اینا رو شنید، اصلا اولا شوک شده بود، بعد گفت خدا رو شکر من 60 میلیون هم ندادم بره، ولی زندگی رو به چوب حراج زده بود. خانم دیگه داشتیم رفته بوده $5000 قرض کرده به دلار 40,000 تومان، پریروزا بود به من مسیجات گفت آقا من الان باید با دلار 60 خورده اینو پس بدم، نمیدونم باید چی کار بکنم. گفتم این کریستالا واسه شما کاری کرده؟ گفت nothing، هیچی. گفت کریستالا برای من هیچ کاری نکرده، هیچی. سال 2011 بود، با یه رفیقم رفتیم ویگاس. بعد اومد تو خونه و گفت سهیل یه دستبند خریدم قدرتتو میبره بالا. گفتم بابا ویکتور شروور نگو، مزخرف چی میگی؟
گفت نه به جون تو، بیا الان به خود نشون میدم، ثابت میکنم. اوکی، منم که آماده بودم تیکه پارش کنم. یه تیکه پلاستیک بود، وسطش هم یه دونه از این عکس برگردان چسبونده بودن که اینجوری میکنه نور و نقره و رنگی میکنه، روش هم پلاستیک سفید. اینو کرد تو دست من، گفت دستاتو باز کن. دستامو باز کردم و شروع کرد فشار دادن. هرچی فشار داد دستای من نرفت پایین. گفت حالا درش بیار. در آوردم گوشم رو میز گذاشتم، فشار داد، من خوردم زمین. دستم کردم دوباره نخوردم زمین، در آوردم خوردم زمین، دستم کردم نخوردم زمین، در آوردم خوردم زمین. دویدم اینجا 3 تا خریدم. واسه مامانم و بابام هم خریدم. یعنی چی؟ من نمیفهمم این چیه داستانش. شاید مثلا یه چیزی توش داره دیگه، من که چجوری شد. حالا این خیلی جالبه. داستان چیه؟ یه حرومزاده ای از اون آدم باهوشا اینو میفهمه که آقا اگر یکی دستشو اینجا رو بکنه، تو اینجا رو فشار بدی طرف نمیفته، اینجا رو فشار بدی میفته. بعد این یارو اینجوری مخ رفیق منو زده، ولی رفیق من بدون اینکه اینو بفهمه فهمیده. یعنی وقتی که میاد بدون اینکه بفهمه این ور منو فشار میده، دلش نمیخواد اشتباه فهمیده باشه و من نمیافتم. بعد وقتی اینو در میارم میره اون ور و منم اینو پیکاپ نمیکنم که دست این داره تکون میخوره. درسته. و من هر دفعه افتادم و باور کردم و این دستبنده مثلا 8 ماه دست من بود، هیچ کاری واسم نمیکرد ولی درش نمیوردم. گفتم وات چه جوری شد؟ بعد از 8 ماه یه جا آخر فهمیدم آقا اکسپلنیشنش اینه، این دسته. بعد بلند شدم کردم، گفتم اوه فهمیدم. میگم آدم احمق دیگه، میمونم چیکار کنم؟ گول خوردم. اینو آدما نمیتونن قبول کنن. اگه بفهمن گول میخورن خیلی خوب میشه. آدما اگه یه بارم گول میخورن میگه یه بار گول خوردم دیگه، من سرم کنه، من دیگه تیز شدم. نداداش من، اگه تو زندگی یه بار سرت گول خورده نشون میده که تو گول خوری. تو فقط نمیدونی دفعه دیگه قرار سر چی گول بخوره. و اینم بدترین حالتشه، چون تو وقتی که گول خوردی دیگه، بس نمیدونی که گول خوردی. منطقه گول خوردن همینه دیگه. تو باید آگاه باشی. یه بار که تو زندگیت گول بخوری، من مثلا میگم فکر میکردم همین دستبنده، این دستبنده که فهمیدم دروغه، لول باور نکردنم و یه لول بردم بالا، لول اینم که فهمیدم من احمقم و یه لول بردم بالا. یعنی مثلا یکی میگم آقا اگه آب نمک بخوری خوبه، میگفتم خب این الان من میخوام اینو باور کنم، ولی احتمالاً اون احمقه منه که میخواد باور کنه. پس بذارین از 2 نفر بپرسم، برم ببینم یه جا میشه مثلا اینو تحقیق کنم بهتر. بعد اگه میگفتم میپرسیدم میفهمم که نه اون احمق بودم که میخواسته باور کنه. حالا همین داستانی که تو میگی، ببخشید، داستانی که تو میگی، همین حالا انگشتر رو مثال زدی که دستبنده رو مثال زدی، یک داستان دیگه اینا دارن میگن گلاب و سرکه رو با هم بخور. اگه حالت بد شد که تو سحر و طلسم داری، طرف گفتش که آقا من رفتم گلاب و سرکه رو خوردم، واقعا سحر و طلسم من بالا آوردم، حالت تهوع شدم. گفتم داداش یه کاری میکنی کی تو خونتونه؟ گفت خواهرم مادرم. گفتم میری همون گلاب و سرکه رو به مادر خواهرت بدی بخوره؟ گفت چطور؟ گفتم برو بده. خب مرد خر، تو گلاب و سرکه رو با هم بخوری، خب معلومه حالت بد میشه، معلومه تهوع میگیری. پس هم گفت آره آقا راست میگی. فرداش گفت آره راست میگی، به مامانم و خواهرم هم دادم خوردن، اونام حالشون بد شد. گفتم یعنی اونام سحر و طلسم دارن؟ گفت نه. گفتم خب آقا همینه. بعد تر گفتم تو چی خواستی که رفتی؟ زن میخواستم. بابام برام یه دونه از این تلگرام‌ها فرستاده که صاحب تلگرام گفته اگه اینو به 3 نفر فوروارد کنین اکانتتون مجانیه، اگه نکنین اکانتتون پولی میشه و ماهی $20 بدین. بعد به بابام میگم که بابا چرا اینو باور میکنی؟ میگه خب آخه یعنی چی؟ این زده توش دیگه. میگم این چرت و پرت. یکی بعد نمیتونست بفهمه که چرا یکی این کارو بکنه. میفهمی؟ میگه آخه واسه چی بشینه یه نفر اینو بنویسه، عکس بذاره، بگه این اتفاق داره میفته؟ گفتم به خاطر اینکه تو رو اسکول کنه، همین. او یعنی فقط بخاطر اینکه من اسکول شدم، کسی من نمیشناسه، نمیدونم. گفتم نه، اون فقط نگاه میکنه اینو ویدیو فایلش مثلا 180 میلیون بار فوروارد شده، اون با این حال میکنه، میگه من تونستم 180 میلیون اسکول کنم. همین واسه یه فان اینطوریه. بعضی از این فانا رو نمیشه جمع کرد. وقتی اینجوری میندازی یه چیزی مثل جن رو میگی، وقتی میره توی جامعه دیگه نمیتونی جمعش کنی. نه نمیشه جمعش کنی، نمیشه جمع کنی. همون داستان تقیه که گفتم، یه نفر یه خورده رو خط باشه، یه تقم شانسی بخوره که
به جون مادرم اگه دنبالش بگردی اون تغییر واسه همه هر رو اتفاق میفته، شک نکن. بعد میدم آدما که دنبال چیزن. مثلا من دیشب بزنم گفتم برو یه دونه چیزی از یه مغازه می‌خواستم، به خاطر اون 10 تا چیز دیگه هم سفارش دادم. بعد خانم رفته مغازه، اومده اون یه دونه که من می‌خواستم اون نداشتن. بعد من امروز صبح دوباره آنلاین سفارش دادم. بعد گفتم حالا که آنلاین اینا هم سفارش دادم. دوباره اینا رو آورده، دوباره گفت امروز هم نداریم. حالا اگه من دوباره اینو میگفتم ببین این میخواد به من بگه نداری، اگه زورم بزنی هیچ جوری بهش نمیرسی. این هم رو همینو به من گفته بود امروز دیگه. گفته بود تا وقتی که باور نکنی باور نه. یهو ربط میدی به هم، اونورم هست، میری به یارو میدی، بعد زنت یهو میاد خونه بده که بهش گفته با اون وسیله میاد، بعد میگی چرا اینو خریدی؟ میگی گفتم همینجوری داشتم میومدم بغل شهر گفتم وایسام بخرم. بعد تو میگی ببین 2 میلیون دلار رو دادم اینجوری شده دیگه. تو اینو بچسبونی دفعه بعد که منم بهت میگم آقا مگه دیوانه به این مزخرف باور داری، میگی ببین من چیزی دیدم تو نمیفهمی. دقیقاً درست. این جمله رو میگه نمیتونی باش بحث کنی دیگه. و میگم یه حالت باطلاقی که واسه خودت انجام میدی. یعنی اگر تو اولش آگاه باشی که نری تو این طرف باطلاق، اوکی بری توش گیر بیفتی، گیر افتادی دیگه. حالا میخوای چپ بشو راست بشو، داری میری پایین دیگه، قلاده دست اون فالگیرته. ولی در کل سوال جان دمت گرم، مرسی که حداقل این موقعیت رو به ما دادی که ما بتونیم از کانال تو هم بتونیم صحبت بکنیم. شاید حالا باز چند نفر ببینن، یه کمکی باشه به افرادی که میگم به این افراد زیاد پول ندن. حداقل ببینید سوال جان یه جا بحث پولیه است، پولو میدی، پول باز جبران پذیره، در یک جایی پول جبران پذیره، ولی متاسفانه خسارات روحی میزنن به مردم، روحیش خیلی بدتره، به بچه ها آسیب میزنن، به روحیه طرف آسیب میزنن، زندگی ها رو، یعنی زن و شوهرهایی رو من خیلی دیدم در همین افشاگریایی که ما در میگم چند سال اخیر داریم انجام میدیم، چقدر زن و شوهرها به واسطه همین حرفای پوش طلاق گرفتن، جدا شدن از هم دیگه، چه زندگیایی خراب شده. این بعضی از این خسارت ها رو نمیشه هیچ جوری جبران کرد، ولی فقط و فقط ته داستانشون آخر شب پوله، فقط پوله پوله پوله، به فکر هیچ کسی هم نیستن. یه تستی میکنیم دیگه، منطق دارن این آدمایی که این چیزا باور دارن. اگر جنی وجود داره رنگ چراغای پشت من عوض بشه. عوض شد. جمع کن آقای چطور بطور چی میگی، نگاه کن تموم شد. بچه‌ها باور داشته باشین، منم بهتون گفتم خانوما همه مشکل دارین، راه حلتون دست منه. ماهی هم یه بار تجویز کنین به نظر من کافیه. در کل دمت گرم سوهل جون، خیلی ممنون از لطفت، خیلی لطف کردی، واقعا سپاسگزارم ازت که این موقعیت رو به ما دادی. واقعا ازت من صدا تو شنیدم اصلا پراکور کم ریختن قبل با کلاس صحبت کردی، گفتم بابا ما از آدمای با کلاس از کم داریم. لطف دارین، شما خودتون خوبین، منم خوب می‌بینید. دمتون گرم. نه بابا دمت گرم، خیلی ممنون از وقت. شب و روز خوبی داشته باشید. خودت باش، خوش باش. قربونت برم، خدا نگهدارت. سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، دو 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 سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی.